سلام دوستان، وقت همگی به خیر باشه. در خدمتتون هستیم با یک مجموعه تمرین دیگه برای فول بادی. من مرسده هستم، اینجا کانال ایران فیت گروپه. اگر دوست دارین به صورت هفتگی روتین تمرینی داشته باشین و یا راجع به مباحثی مثل سلامتی، تغذیه و ورزش با هم دیگه مبادله اطلاعات بکنیم، کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم فشار بدید که پست جدید گذاشتیم مطلع بشید. اما بریم سراغ تمرین امروزمون. طبعا خوب گرم کردید، به نکاتی که میگم توجه میکنید، استراحت بین ست‌ها رو جا نمیندازید و سرد کرده تمرینتون میرید بیرون. برای تمرین اول دو تا دمبلاتون رو بگیرید دستتون، پاها اندازه عرضشونه باز، پنجه پا روبرو یا یک کوچولو سمت خارج. دمبلا رو میگیرم وسط بدنم، یه دونه اسکات کامل میشینم، پا میشم، پا میذارم عقب، میشینم، یه جلو بازو، پای بعدی، دوباره. روی زمین دراز بکشید توی این وضعیت، دستامو میبرم بالا سرم، پاهامو بالا جمع میکنم، پا میشم توی این وضعیت، دستامو میذارم زمین، میبرم عقب پاهامو، 1 2 3 1 2 3، زانوام رو زمین، یه شنا میرم، پا میشم دوباره، دقت کنین. من بعد از اینکه در واقع دراز نشست رو میزنم و میرم روی دستام سوار میشم، دقیقا تو پوزیشن پلانک مستقر میشم، بعد شروع میکنم به حرکات پا و بعدش هم حالا بحث زمین گذاشتن زانو و شنا رو انجام میدم. مهمه که کامل تو وضعیت پلانک مستقر شید، بعد ادامه رو برید. برای تمرین بعدی بشینید توی این وضعیت، تا جایی که میتونید با حفظ راستای ستون فقرا، یعنی خودتون رو ول نکنید، برید پایین. قراره که تعادلمو توی وضعیت تعادلی خودم قرار بدم. توی دستم دمبله، از این ور دستم باز میکنم، پای مخالفش صافه، پای موافقش جمعه توی شکمم. دمبل رو از زیر پام رد میکنم، پا رو جا به جا میکنم. اشتباه رفتم.
اگر کسی نتونست با دنبل بره، اولا که از دنبل سبک استفاده بکنه، دوما اگه کسی نتونست بدون دنبل بره فقط حرکت رو انجام بده. برای تمرین بعدیمون یه کوچولو جنب جوشمون بیشتره. دو تا دستاتون رو بگیرید توی این وضعیت. اگه 2 دقیقه نوازی یخ کردم توی این وضعیت که هستیم، پاها رو با پرش، اگر کسی نمیتونه بپره هیچ ایرادی نداره. 1 2 3 4. بعدیمونم با جنب جوش بامزه است. توی این وضعیت قرار میگیرم توی حالت 4 دست و پایی هم که در واقع زانوم از زمین کندم. توی این وضعیت یه پام باز میکنم، بعد توی حرکت پرشی جا به جا میکنم. یه ذره باسنم میندازم بالا. اگر کسی پرشی نمیتونه بره هیچ ایرادی نداره. دونه دونه به پشت روی زمین دراز بکشین، دستا از 2 طرف باز، پاهامو از زمین میکنم. اگر کسی مشکل گودی کمر داره، توی گودی کمرش حتما یه حوله رو دلا کنه بذاره و در طول اجرای تمرین کمر باید تو کمترین حالت ممکن قوسش عوض بشه. با انقباض در واقع این عضله راست شکمی و سرینی قوس کمرمو نگه میدارم تا حد زیادی. میدالن داشتم گفتم. حواستون باشه به خصوص وقتی دارم پا رو میبرم پایین، به هیچ عنوان این اتفاق تو کمر من نمیفته. این اتفاق بیفته به مرور زمان خدای نکرده آسیب میبینید. و اما بریم سراغ تمرین آخرمون که همانا تمرین سوپرمن و سوپرومن است. به شکم دراز بکشین. توی این وضعیت دستام کنار بدنمه، میکنم میام بالا، دستامو میبرم عقب، برمیگردم، استراحت بین ستای سوپرمن و حواسمون هست که حداقل 30 ثانیه بعد تو وضعیت گربه، یعنی 4 دست و پا، بعد بدون فشار گرد کردن پشت و یا در وضعیت سجده بریم. الان کلام لبش میخوره، شما سرتون رو کامل بذارید روی زمین. توی یکی از این 2 تا وضعیت حداقل 30 ثانیه بعد استراحت کنید. مجموعه تمرین امروزمون امیدوارم براتون مفید بوده باشه. اگر سوالی راجع به حرکات داشتید حتما بپرسید. اگر هم موضوعی هست که دوست دارین توی دانستنی هفته راجعش با هم حرف بزنیم، برامون توی کامنت ها بنویسید. و اگه تازه به جمعمون اضافه شدید خوش اومدید. سابسکرایب و زنگوله فراموش نشه. میبینمتون. وقت همگی بخیر. بابا بچه ما فوتبال میرفتیم چه کار میکردیم؟ فوتبال آقا وسط چمن بازی میکردیم. فوتبال وسط کجا بازی میکردیم؟ فوتسال بازی میکردیم. من فقط فوتسال بازی میکردم. من فوتبال بازی نمیکردم. نه. چطور بود؟ حرکت چطور بود؟ سخت داره. قبلی هم سخته. رفتی یه ذره زیاده. میخوای بیام حالا انجام بدم؟